سلام، وقت بخیر. من با یه ویدئوی متفاوت راجع به ضرب المثل‌های آلمانی با جوراب. میدونین چرا من اینو درست کردم؟ چون سر یک کلاسی یکی از اساتیدمون خیلی از ضرب المثل‌ها استفاده میکرد، پس با خودم فکر کردم بهتره ویدئو راجع به ضرب المثل‌ها هم درست بکنم، چرا که خیلی کمکمون میکنه بهتر منظور آدم‌ها رو متوجه بشیم و چه بسا ازشون استفاده کنیم. پس با من همراه باشین. اولین ضرب المثل همونطور که میبینید sich auf die Socken machen که bedeutet aufbrechen oder losgehen به معنای به راه افتادن، رفتن از جایی یا حرکت کردن. zum Beispiel ich mach mich mal auf die Socken من دیگه کم کم راه میافتم یا میرم. ضرب المثل بعدی eine arme Socke sein یعنی آدم بدبخت، بی‌نوا یا قابل ترحم بودن. manchmal bin ich auch eine arme Socke من بعضی وقتا خودم یه آدم بدبختم. ضرب المثل بعدی که شاید روی جورابا به عنوان برند دیده باشیدش، کول زوکه. وقتی میخوایم راجع به یه آدم خیلی باحال و دوست داشتنی صحبت کنیم میتونیم این صفت رو بهش بدیم. Er ist echt eine coole Socke. aus die Socken hauen وقتی که چیزی یا کسی ما رو شدیداً تحت تاثیر خودش قرار میده یا ما رو شوکه میکنه. مثلا die Preise im Restaurant hauen dich echt aus den Socken قیمت های اون رستوران واقعا آدم رو شوکه میکنه. میتونید خیلی راحت روزمره ازش استفاده کنید. ضرب المثل بعدی که خیلی هم جالبه bist die Socken qualmen یعنی اینقدر کار بکنی که از جورابات دود بلند بشه، یعنی خیلی تلاش کنی. wir haben die Nacht durchgearbeitet bis die Socken qualmten یعنی تمام شب رو کار کردیم. وقتی دوش به کار میبرن یعنی تمام طول شب رو، تا وقتی که جورابامون دود کردن. استعاره از این داره که ما خیلی زیاد فعالیت کردیم. خیلی خیلی ممنونم از توجهتون. خیلی 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 ممنون میشم اگر که خوشتون اومد از این سبک ویدیو برام کامنت بذارید و اصلا بگید که از کدوم اسم یا صفت دوست دارید redewendung یاد بگیرید. متشکرم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.